سلام بچه‌ها، چطورین؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو اومدیم با هم بریم مورتال کمبت بازی کنیم. حالا میپرسین چرا دارم آروم صحبت میکنم؟ چون الان ساعت نصف شب، ساعت 12 من دارم ویدیو رکورد میکنم. اصلا بابا من خیلی قادم. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو که گفتم قرار بریم مولتال خدایا مورتال کمبت. آره این مورتال کمبته. کجا گذاشتم سیدیشو؟ اینا مورتال کمبت آرماگدون. میدونم که همتون بازی کردید، چون کسایی که PS2 دارن همشون این نسخه نسخه رو دارن. نسخه رو دارن. آرماگدون خیلی هم خفنه. بریم که با هم بازی کنیم. امیدوارم که دعوامون نکنن. آره برو بریم سراغ ویدیو. حتما ویدیو رو لایک کن، کامنت اصلا یادت نره، کانال رو ساب کن، ممنونت میشم. برو بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. یه چیزم بگم که یادم رفت، مهم نیست. وایسا یه چیز یادم رفت. دکور رو دارم عوض میکنم واسه همین این عقب خالی. همین برو بریم. قشنگ چراغا رو خاموش کردم. الان کاملا در تاریکی مطلقه، چون تلویزیون دسته کو. چیه نورش ضعیفه. خیلی حال میده. خدا عالی. خب از ما چیز میخواد. اوکی استارت و اینم از این. خب دیگه فیلمش زیاد مهم نیست، چون خودتون بازی کردید میدونید قضیه چیه. لعنت به ترسیدم واقعا. خدایی بازیش کمی ترسناکه، ولی خب مهم نیست. اینا شخصیت هامون هستن، بریم که انتخاب کنیم. من با این خیلی حال میکنم. پپتایل نمیدونم چیه، خیلی خفن میزنه شمشیراش. آره شبیه سوسمار. خدایی دیگه زیاد حرف نمیزنم که بریم قشنگ فایت رو شروع کنیم. آره بیا ببینم چه کاری. بیا دارم میزنم مثلا زدن من رو نگاه. نه خدای خوب میزنم. ای خفه شو. خفه بابا. بابا نوکرم. بهم میگم بازی فایت همه چی درجه 1. تو اصلا گیافه رو نگاه. شب کن چیه؟ میگم فرض کنیم شب بیا تو خوابت. داداش ببین اینجا مسخره بازی ندارم. اوی یا اول نه انگاری یکم اینو دست کم گرفتم. داداش بیخیال شو. الو این یه حرکت میزنه فقط. اوی
دده. بابا نزن مرد کی مرد. شانسی بود. قویه خدایی. آره بیا بیا. اوه ددم وای. نوکرتم. اصلا ببین عالی. اینجاشو با یکم سانسوری نکنم، اصلا وضعیت از خانم خوب نبود، یوتیوب گیر میده. چرا داداش عقبو میزنی؟ مشکل داری؟ الو ددم وای من باختم، همین اول فایتو باختم، نمیتونم بابا بذار بزنمت یا ابوالفضل. بابا این خیلی قویه لامصب، چه زمین رو دارم مردم. ای بابا لعنت بهت. ای بابا بزن دیگه بزن، نمیزنه. من چیکار کنم نمیزنه. این شانسی بود. یا ریدم اوی ددم. بابا ولمون کنده. از خانم ما رو ایسکا کردی؟ بابا اصلا خیلی تاثیرگذار بود. کجاست این؟ زوکنگ چی اسمش؟ آره میریم با هم میجنگیم. از خانم یکم زیادی گویه. بابا بیا پایین بابا بیا پایین. من ریدم اصلا ریدم با این حرکتم. بابا بذار بیزنم دیگه. به همینه بلگی. بابا دا من ریدم تو دهن، چیکار کنم من؟ بیا لعنت بهت بابا، لعنت بهت. عجب زوری داره این. همین نشسته. ای وای مزورم یه حرکت پشت سرم بزنم نفلش کنم، یه مزوره. بچه اگه خوشتون اومد یعنی اگه خوشتون اومد تصویر خودم هم میذارم که با هم کیف کنیم. ششته شد. با لانچکو دارم میزنم به تا حال مرده. نه چی رو بردارم بس این لامصب خیلی سفته. من میخوام یه گونده این گونده گوزه بردارم. بیشاخ و دوم اوناگا اسمو نگاه. چی شد؟ بله. خب یا ابوالفضل هیکل ما رو بکنم برینیم الان. نه از خانم حالت خوبه؟ نگاه با یه بخواب پایین بابا چرا ما انی. بابا چه حال میده. خفه شو.
مرد. بابا خیلی گنده این ما. فقط کافیه یه حرکت بزنم پرت میشه. این چی بود؟ ای وای بد زد. خفی شو بابا. فینیشی بابا یه دونه لگد بود که فقط خیلی تاثیرگذار بود. خفیه. داداش الو ما هیکلی ما میزنیم ها. آره گوهم میستیم مردیم. من مردم. نه جدی نگرفتیم نفر باید جدی بازی کنم دیگه. ای وای بادی لام از سر بذار پرت کنم ریل قطار. اگه مرد خوب میشد. داداش الو بابای. پرس شد نوکرم. راند 3 فایت بزن بینم. بابا این گول بیشاخ دوم خیلی کنده. داداش بازم میخوای بیافتی زیر قطار نه؟ دلت همونو میخواد. آی نه من گو خوردم. او ویلمون کنده مردم. لعنت بهت لعنت. خیلی مزخرف بود. خیلی اصلا اعصابم خورد شد. خب بچه های عزیز امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه خوشت اومد چیه؟ خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید کامنت بذارید که بگین پارت بعدی هم بذارم. یه بیلاخ هم واسه ما لطف کنید لطفا. همین یه کامنت ریز. خیلی ممنونم. تا ویدیو بعدی خداحافظ. این چیه؟ بای بای.